سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس امروزه حرف ذل می باشد. برای یافتن مخرج این حرف پیش از آن الف و فتحه می گذاریم. از مخرج حرف ذل این بین دندان ها می باشد. سری زبان را بین دندان ها گذاشته تلفظ می کنیم. از چنانه که از درس های پیشی به ما معلوم گشته بود، مخرج حرف ث نیز این مخرج بود. پس فراموش نکنیم که مخرج حرف ذل و مخرج حرف ث یک هستند. حرف ذل با فتحه چنین خوانده می شود: ذ. با کسره چنین: ذی. با ضمه چنین: ذو. لبها به پیش برآورده می شوند: ذو. حرف ذل حرف دو شکله بوده، تنها به حرف های پیش از خودش پیوست می شود. حرف ذل در اول چنین نوشته می شود: از بالا به پایان در بالایش یک نقطه، و در بین چنین نوشته می شود: از طرف راست به طرف چپ در بالایش یک نقطه به حرفی پیش از خود پیوست می شود. در آخر نیز چنین نوشته می شود: از طرف راست به طرف چپ در بالایش یک نقطه به حرفی پیش از خود پیوست می شود. و در علاهیدگی نیز به مانندی در اول نوشته می شود. ببینید حرف ذل تنها دو شکل دارد. اکنون بیایید با هم مثال ها را می خوانیم. مثال اول: الف کسره ذل سکون ایذ. مثال دوم: میم ضمه ذل سکون مذ. مثال دیگر: خا ضمه ذل سکون خذ. مثال بعدی: ذل ضمه با سکون ذوب. در اینجا حرف ب با سکون آمده است. حرف قلقله می باشد، صدا می دهد: ذوب. مثال دیگر: میم ضمه نون سکون ذل ضمه منذ. مثال دیگر: الف کسره ذل سکون نون ضمه اذن. مثال دیگر: با فتحه ذل سکون لم ضمه بذلو. مثال دیگر: ذل کسره کف سکون را ضمه ذکرو. مثال دیگر: ذل فتحه ح فتحه با سکون ذهب. مثال دیگر: میم فتحه ذل سکون ح فتحه با سکون مذهب. مثال دیگر: ذل فتحه ح فتحه لم فتحه ذهل. و مثال آخر: یای فتحه ذل سکون ح فتحه لم ضمه یذهل. بیایید مثال ها را باری دیگر تکرار میکنیم. ایذ مذ خذ ذب منذ اذن بذلو ذکرو ذهب مذهب ذهل یذهل. این بود پایان درس امروزه. وظیفه خانگی: قاعده، شکل‌ها و مثال‌های حرف ذل را در دفتر کاری خود بنویسید. سعی و کوشش کنید تا الفبای عربی را به آسانی آموخته به قرآن خوانی شروع کنید.
در آخر دعا میکنیم که خداوند به شما آسان گرداند تا خواندن کتابش را تیزتر از خود کنید و اینچنین دعا را در حق ما فراموش نکنید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.